با سلام و درود مجدد خدمت همراهان کانال انگلیسی با بنفشه. امروز میخوایم ادامه بدیم از حال استمراری که در واقع ما یه سری از نکاتش رو توی جلسه پیش توی یونیت 2 در واقع درس دوم ما اعلام کردیم، اما یه سری نکات خاص موندش مثل قیدهای زمان time expressions که مخصوص زمان حال استمراری یا present continuous هستن. البته اینم بگم بعضیا بهش میگن present continuous و بعضی ها تو بعضی کتاب گرامر شما present progressive هم میبینینشون. Oops. A moment please. Okay, so present continuous, or some grammaticians might call it present progressive. Okay, getting back to the topic. برگردیم به سراغ نکته اصلیمون که میخواستیم در مورد قیدهای زمانی مخصوص حال استمراری صحبت کنیم. توی درس یک که در مورد حال ساده صحبت کردیم گفتیم یه سری قیدهای زمانی میتونن به ما اون آلارم یا اون سیگنال رو بدن که ما میخوایم از زمان حال ساده استفاده کنیم، مثل قیدهای تکرار always, usually, often, sometimes, rarely یا hardly ever و never، یا قیدهایی مثل every day, in the morning or on the weekends, on Saturdays. مثلا روزهای هفته رو بگیم به طور عادتوار، مثلا بخوایم بگیم بیکاری رو ما انجام میدیم، اگر روزهای هفته رو بخوایم بگیم باهاش بگیم مثلا شنبه ها من ورزش میکنم I exercise on Saturdays، این نشون میده که ما باید از زمان حال ساده استفاده کنیم. یا برای بیان habits, facts و general truths که گفتیم میشه حقایق، واقعیت ها، که بگیم یه نفر توی بانک کار میکنه، که بگیم یه نفر یه چیز خاصی رو دوست داره، مثلا کتاب دوست داره میگیم she likes books. اینها با زمان حال ساده استفاده میشه در مورد به خصوص habits یعنی عادت ها. ولی حال استمراری چطوریه؟ ما گفتیم یا در مورد زمان همین الان داریم صحبت میکنیم که میشه right now، یا داریم در مورد حالا اتفاقی صحبت میکنیم که در حال پیش اومدن هست ولی از زمان یک کم از گذشته شروع شده و شاید به آینده هم ادامه پیدا بکنه، یعنی حاضره و الان در حال انجامه. مثلا من میگم دارم این روزا درس میخونم، قید زمان these days هست که اینجا داریم توی موردی که مونده با آخر تو این جدول. these days یعنی این روزا، و اون ongoing action یا اتفاق در حال در واقع پیش اومدن رو، در حال انجام رو داره به ما معرفی میکنه. اینجا می نویسم براتون ongoing action یعنی اتفاقی که در حال جریانه، یعنی حتما همین الان اتفاق نمیفته که تموم هم بشه، یکم از گذشته شروع شده و با آینده هم شاید ادامه پیدا بکنه. So now به معنی الان، right now همین الان، at the moment در این لحظه، همین لحظه، at the moment today به معنی امروز، these days این روزها، this week or this month یعنی من دارم در مورد اتفاقی صحبت میکنم که این ماه یا این هفته در حال جریانه، داره اتفاق میفته. مثلا میگم I'm working on a project this week، من روی پرونده یا یه پروژه‌ای دارم، ببخشید پرونده نیست، پروژه منظورم بود. پس میتونم بگم I'm working on a project. همه رو با کپیتال یا uppercase نوشتم، در واقع باید این تغییر پیدا بکنه. So I can change it here, I guess, lowercase. فقط اینکه بدون اول جمله باید با کپیتال شروع شه. اصلا کلمه I که همیشه با کپیتال شروع میشه. So I'm working on a project this month. و با حال استمراری میگیمش. Okay, examples. I'm reading a great book these days. من این روزها در حال خوندن یک کتاب خیلی خوبم یا خوبم. I'm reading a great book these days. این روزا دارم کتاب خیلی خوبی میخونم. She's working hard this week. اون این هفته سخت کار میکنه. پس میبینید که همش با حال استمراری که اداتش to be, am, is, are و فعل ing دار بوده. We are staying at my friend's house right now. عبارت stay at a friend's house، خونه یه دوست موندن، که تو این عبارت توی حالت حال استمراریه. We are staying at my friend's house right now. فعلا تو خونه دوستمون میمونیم. They're not studying at the moment. اونها در حال درس خوندن نیستن الان تو این حال حاضر. و are you doing anything tonight؟ یه سواله که میگه امشب چی کاره ای در واقع. Are you doing anything tonight؟ هنوز
زمان نیومده، نرسیده و در آینده محسوب میشه. Okay, so let's continue to the next page. بریم صفحه بعدی. Common mistakes که بحث آخر امروز هست، این جلسه هست در واقع. Common mistakes در مورد اشتباهات رایج حال استمراری، اتفاقاتی که در واقع میخوایم در موردشون صحبت بکنیم ولی اشتباها ما شاید این زمان استفاده میکنیم، یا حالا یا در مورد ساختارش اشتباه داریم میکنیم یا اصلا کاربردش رو داریم اشتباه استفاده میکنیم. So I am studying now اشتباهه به خاطر اینکه فعلمون ing نداره. یادتون باشه که نشونه استمرار و در جریان بودن اون ing که به فعل میچسبه و اون رو هم نمیتونید بدون to be بگیم. مثلا تو مثال بعدی گفته she not working، شما to be یا am is are رو اینجا ندارین که در واقع توی این کیس خاص باید بگین she is not، چون که باید تطابق بدین فعل کمکی رو با subject یا فاعل. So I'm studying now add ing to the verb. She isn't working. این جمله درستشه. Not she not working. She's not or she isn't working instead of she not working. And are he coming is wrong. اشتباهه چون are با he نمیاد. باید تطابق بده کنه ضمیر یا فاعلمون با فعل کمکی یا auxiliary verbمون که میدونیم are auxiliary هست. توی جلسات اول گفتیم که auxiliary verb همون فعل کمکیه. They is playing, they are playing درستش هست، در واقع are باید باشه و he playing football, he is playing football. خب این بخش هم به اتمام رسیده، اما اگر سوالی دارید در مورد حال استمراری، در مورد اشتباهات رایجی که شاید اصلا میبینیم بیرون اتفاق داره میفته، دارن اشتباه استفاده میکنن، اگر مایلید برای من توی کامنت ها بذارید و میتونیم راجبش بیشتر صحبت کنیم توی کامنت ها. ممنونم and see you later.